به نام خدا. دوستان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشین. اون سری از دوستانی که میگن چقدر این دیر میره، چقدر دیر امتیازش میاد برای ما پایین، میخوام بهتون بگم همه چی یک راه داره. راهش رو که یاد بگیری، آموزش ها رو زمان بذاری ببینی، دقیقا همون نتیجه ای رو به دست میاری که ما به دست میاریم. نگاه کنید امتیازها چقدر زود داره این پایین میاد و پر میشه، و زمانی هم که پر میشه من با 5 تا انگشت میفتم به جونش. نگاه کنید چقدر زود خالیش میکنم. 5 ثانیه شد. نگاه، پس لول های بست رو ببر بالا. الان من 178 و نیم عرض دارم اینجا. این نگاه کن، از ممیز به این ور بیاد به حساب نمیاد، این وریش مهمه. 178 تا عرض دارم اینجا. مثل ایردراپ‌های دیگه نیست که مثل همستر مثلا شما بیاین 200 میلیون، 1 میلیارد، 4 میلیارد امتیاز جمع بکنید، بعد بیاد بهتون 200,000 تومان ارزش رو بهت بده. خب اینجا تو میدونی که امروز چقدر داری به دست میاری، فردا چقدر به دست میاری، امروز با چه قیمتی میتونی بفروشی، 6 ماه دیگه با چه قیمتی میتونی بفروشی، و 1 سال دیگه که قیمت میشه 2.03. شما میدونی همین مقداری که امروز به 2.01 میفروشی رو اون موقع میتونی به 3 برابر قیمت بفروشی. اگر ارزها رو نگه داری، استیکش کنی، ازش باز دوباره سود در بیاری، یعنی از سودت سود به دست بیاری. ربع چهارم نقدینگی، یعنی از سرمایه‌مون داریم سودآوری میکنیم بدون اینکه خودمون فعالیتی توش داشته باشیم. سرمایه‌مون برامون کار میکنه. نگاه کنید این 500 تا برای من در کمتر از بهتون بگم، نگاه 20 تا که داره میاد تو 25 ثانیه 500 تا برام پر میشه. این الان 25 ثانیه طول میکشه تا بیاد به آخر، و خالی کردنش هم اگر من روش وایستم همونجوری که داره میاد میزنم خالی میشه دیگه. اگرم نزنم و وایستم هم پر بشه، یا مثلا با این مربع خارج بشم، برم توی تلگرامم، توی بخشای دیگه گوشیم کارامو انجام بدم و بیام پر شده باشه و بزنمش. نگاه وقتی من میرم بیرون با مربع که میرم، اون 220 تا بود دیگه. حالا بریم نگاه کنیم چند تاه. الان شده 420 تا. نگاه وقتی با مربع خارج میشی این خودش کار میکنه، ولی از فلش وقتی خارج میشی دیگه کار نمیکنه. پس اگر میخوای بری به کارات برسید تا میخواد این پر بشه، میتونی با این مربع بری توی بخشای مختلف گوشید 20 ثانیه دیگه. حالا اگه تازه وارد شدین 1 دقیقه زمان میبره تا این خالی بشه، تا هنوز لولاتون رو باید ببرین بالا، باید 1 دقیقه زمان بذارید. تو این 1 دقیقه میتونید برید کارهای دیگه‌تون رو انجام بدید و بیاین اینو امتیازاشو خالی کنید. خب اینجا رو میخوام بهتون بگم. الان شدن 180 امتیاز. بریم تو بخش بست. خب همینطور که قبلا تو آموزش گفتم، آموزش ایردراپ، مولتی تاپ رو بالا نبرید، 1 لول فقط بالا ببرید. شما که تازه اومدید، من اینا رو بردم اشتباه کردم. فعلا باید امتیازامو من روی باتری و انرژی اسپید تقسیم کنم. یه بار انرژی اسپید رو ببرم بالا، یه بار باتری رو ببرم بالا. اما من ترجیح دادم اول انرژی اسپیدم رو ببرم بالا، یعنی 3 تا انرژی اسپیدم رو ببرم بالا، یه بار باتری رو ببرم بالا از امتیازایی که دارم به دست میارم. الان رسوندم به مکس، یعنی لول 20. حالا 180 امتیاز دارم، میخوام بزنم رو فلش. نگاه قبل اینکه بزنم ببینید 22 نوشته و 31680. حالا میزنم، حالا هر دقیقه 25 تا برای من میاد و 36000 تا قرار از این به بعد برای من سهم روزانم بشه. خب انرژی اسپیدم هم که بردم بالا و فرت داره امتیاز میاد پایین و زیاد زمان قرار نیست بذارم برای این ایردراپ. خب بریم حالا اینجا. بله امتیاز من 0 شد. خب 500 تا رو بگیرم. شما اون فقط انرژی اسپید و باتریتون رو ببرید بالا، بالایی و پایینی رو 4 تا دیگه، اونا رو هر کدوم یه لول فقط ببرید بالا. همین کفایت میکنه. با 5 تا انگشت به جای اینکه اونا رو امتیاز بدید، به جای اون با 5 تا انگشت بیفتین رو جون امتیاز. به جای اینکه با یه انگشت بزنید 5 تا انگشت رو بزنید، اینجوری زودتر امتیازاتون رو دریافت میکنید. خب اینم گفتم بهتون بگم. الان دیگه روزی از نو من میرم باز امتیازمو ببرم بالا، چون برای من الان فروش مهم نیست. من تا 2 ماه اول رو میذارم برای بالا بردن این 2 تا لول باتری و انرژی اسپید. انرژی لیمیتمو یه دونه باید ببرم بالا. اینجا من 5 تا بردم، اشتباه کردم. شما نبرید. مولتی تاپتونم 1 لول ببرید بالا. من 4 تا بردم، شما یکی ببرید. به جای اینکه امتیازاتون رو روی این 2 تا بدید، بیاین بندازید روی باتری و انرژی اسپید، و انرژی اسپیدتون رو 3 بار ببرید بالا، 1 بار باتری رو ببرید بالا. باز انرژی اسپید رو 3 بار ببرید بالا، 1 بار باتری رو ببرید بالا.
مخصوصا شمایی که چند تا اکانت دارین حتما این کاری که من انجام دادم رو انجام بدید. 3 بار انرژی اسپید، 1 بار باتری. اول باید ما زمان داشته باشیم که این امتیازهایی که باتری به ما میده رو بگیریم دیگه. پس مهم اینه که سرعت رو ببریم بالا، سرعت امتیاز اومدن برامونو از اینجا که میاد پایین، همین انرژی اسپید رو، بعد بریم ایردراپ دیگه‌مون و همه رو که تموم کردیم اکانت‌های دیگه‌مون رو، حالا خیالمون راحته که از این به بعد میتونیم روی باتریمون سرمایه گذاری کنیم و امتیازایی که میاد، ارزایی که میاد بدیم باتریمون رو لولش رو ببریم بالا، که حالا چون سرعت گیرندگیمون بالا رفته، اگر امتیاز بیشتری هم داشته باشیم با این سرعتی که داریم ما خیلی زود میتونیم دریافتش کنیم. این نکته رو بگیرید که من چی گفتم. اگر متوجه نشدید کامل دوباره کلیپ رو گوش بدید. من با کلیپ آموزش میدم و معتقدم وقتی داریم با کلیپ آموزش میدیم همه جزئیات رو میگیم، هیچی از قلم نمیفته. اما وقتی با یکی پرزنت میکنی 1 ساعت 2 ساعت میشینی صحبت میکنی، خیلی چیزا از قلم میفته و اون چیزایی که به ذهنت باید بیاد و بگی رو نمیتونی بگی. پس افراد میتونن با همین کلیپ ها خوب پرزنت بشن، خوب کار رو بهشون معرفی کنید. نگاه کنید شمایی که تازه اومدین قدرت بیان ندارید، هنوز به اون باوره نرسیدید، اما منی که از ابتدای این سیستم با آقا امیر دولتزئی بودم و سیستم رو عین کف دست میشناسم، هدفش رو میدونم چیه، شفافه و توی وایت پیپرش هم هست، تو وبسایت شما اینجا میتونید ببینید و از روی وبسایتش اطلاعاتی که نیاز دارید رو به دست بیارید، پی دی افش رو از توی گروه بالا سریتون به دست بیارید. نگاه کنید ما همه اینا رو برای شما آسون کردیم که شما ببینید. این مجوزات امنیتی این سیستمی که خیال شما رو راحت میکنه که از بهترین سایت‌های دنیا، بهترین شرکت‌ها، معتبرترین ها مجوزاتش رو گرفتیم و همه آموزش ها اینجا هستش، وایت پیپرش که از اولین روزی که اومده اینایی که تیک زده همه مشخصه که چه کارهایی رو انجام داده و اونایی که تیک نخورده 4 تا ستون‌های اصلی AFG کوین که از این به بعد داره کم کم زیر ساختش آماده میشه که تا آخر سال 2025 هر 4 تاشو هم به امید خدا بالا بیاریم و سیستممون رو به جهان معرفی کنیم. ما باید همه چی تمام بشیم اون موقع لیست کنیم. هدف ما اینه. همه چی اینجا گفته، تعداد ارزها، مقداری که استیک باید بشه، مقداری که برای بازاریابی در نظر گرفته شده، برای توکن سازی، برای تیم، برای کمک به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و همچنین اونایی که میخوان به دیگران معرفی کنن و در بخش سرمایه گذاری شرکت کنن. در این قسمت هم گفته که از لول 1 لول 2 تا لول 12 تون رو چه مقدار درصد از سود اون سرمایه گذارها رو میتونید به دست بیارید که مبلغ قابل توجهی میشه وقتی که 12 لول سازمانی شما پر میشه و افراد زیادی وارد سازمانتون میشن. و در آخرم اینو بهتون بگم که ما داریم کلیپ ها رو توی یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام اشتراک گذاری میکنیم. افراد رو دعوت میکنیم وارد گروهمون بشن. توی تلگرام اطلاعاتی که داخل یوتیوب و اینستاگرام میذاریم رو لینکش رو توی گروهمون اشتراک گذاری میکنیم و به افراد گروه میگیم برای اینکه اطلاعاتشون بیشتر بشه برن این مطالب و کلیپ ها رو ببینن و ما با همون روش تونستیم در مدت 145 روز، من شخص خودم رو میگم، به بالای 1048 نفر تیم برسونم. این یعنی ما روش آموزشمون درسته و داریم روز به روز موفق‌تر میشیم. چرا که افراد سازمانمون، اونایی که به صورت حرفه‌ای دارن آموزش میبینن، میان مطالبی که ما تو گروه حرفه‌ایمون میذاریم برای اونا رو در ویدیوهای خودشون توی یوتیوب، اینستاگرام و حتی کانال تلگرامشون اشتراک گذاری میکنن تا اطلاعات بدن به افرادی که دوست دارن بدونن، دنبال فرصت ها میگردن. همینجور که ما دنبال فرصت بودیم و زمانی که شنیدیم کنجکاو شدیم بیشتر بدونیم و زمانی که فهمیدیم ورود کردیم و الان داریم اینجوری به دیگران هم حتی معرفی میکنیم تا علاوه بر سرمایه گذاری خودمون و سود 18% که داره به ما میده، از ارزهایی که آورده داره به ما میده و ما میفروشیم، یکی دیگه میخره و عرضه و تقاضا و همچنین نتورکرها بقای این سیستم رو دارن تضمین میکنن و سیستم رو مدیریت میکنن. تصمیم گرفتیم وارد بشیم و الان هم داریم به شما معرفی میکنیم.
شما اون کلیپی که دیدید، مثال آیا AFG کوین کلاهبرداری هست؟ خب اینو ما ساختیم، با زبان و گفتار ما گفته شده، اما شمایی که توی تیم ما هستید همین اطلاعات رو در اختیار دیگران قرار میدید. تو جامعه، تو فضای اجتماعی، فضای مجازی، افراد میبینن و میان میزنن روی پیام شما، روی اولین کامنتی که گذاشته شده، روی خواندن شرح که بزنی، کلا همه لینک های اون شخص، کانالهاش اونجا هستش، میتونید عضو بشید، روی لینک ورود به AFG کوین بزنید و به ثبت نامتون رو انجام بدید. نحوه ثبت نام هم همینجا داخل کلیپ های اون شخص بالا سریتون که یوتیوبش باعث شده که شما این کلیپ رو ببینید هستش. آموزش سرمایه گذاری، آموزش کامل ثبت نام و توضیحات دیگه که اینجا شما میتونید تو 5 سال به بیش از 2000 برابر سرمایه‌تون برسید. سرمایه‌ای که امروز میذارید، سرمایه ریالیتون، و 900 برابر سرمایه دلاری امروز. یعنی این تضمینیه، کاملا حسابم کردم. و شما میتونید با فرستادن کلیپ های معرفی ما به دیگران با اونها هم اطلاعات بدید و لینک خودتون رو توی یوتیوبتون همین شکلی که ما گذاشتیم بذارید و دیگران رو جذب کنید. و نتیجه‌ای که ما گرفتیم در این مدت، بریم نگاه کنیم چه نتیجه‌ای گرفتیم در مدت 140 فکر کنم 6 روز شد دیگه. الان هر روز باید یکی بیاریم بالاتر دیگه. بله خب نگاه کنید، امروز من درآمدمو برداشت کردم، 1048 نفر شدم در مدت همین 146 روز. این یعنی هم دارم خودم خوب کار میکنم، هم سازمان من خوب یاد گرفته که خوب یاد بده و اونا رو هم تکثیر میکنیم که خوب یاد بدن. با همین کلیپ ها همه میتونن 50 سال دیگه هم از یوتیوب های ما و از اینستاگرام ما این کلیپ ها رو ببینن، آموزش ببینن، یاد بگیرن بازاریابی رو و درآمد کسب کنن از پورسانتی که از فروش هاشون به دست میارن. دمتون گرم که تا آخر با ما بودین. ما با این روش حمایت خودمون رو به سازمانمون انجام میدیم. سنگ تموم باید بذاریم تا بتونیم نتیجه خوبی هم به دست بیاریم. خدا یار نگهدارتون. لایک و کامنت هم یادتون نره. خدا نگهدار.